با درود سلام، اکرام وزیری هستم و امروز 30مین جلسه درسی ما در مورد آموزش سافت‌ویر الستریتور 2023. خب در درس امروزی ما میپردازیم برای که چگونه میتونیم ورکسپیس ما را مدیریت کنیم، ورکسپیس ما را ایجاد کنیم و همچنان تمام تنظیمات آن را مرور خواهیم کرد. خب وقتی که ما میخوایم یک دیزاین خاص انجام بدیم، بدون شک ما نیاز به ابزارها و پنل های را داریم که مرتبط به همون دیزاین باشه تا بتانیم ما از استفاده کنیم. فرض مثال اگر ما یک الستریشن، یک کارتون سازی کنیم، بدون شک امو ابزارها، امو پنل های را بر ما در صفحه باید ما داشته باشیم که از او استفاده کنیم تا بتانیم یک کارتون بسازیم. خب چگونه ما میتونیم ورکسپیس خود مدیریت کنیم، کنترل کنیم؟ خب از قسمت ویندو بخش ورکسپیس اینجا میبینیم چندین ورکسپیس های داریم، از جمله اسنشیال، کلاسیک، پرینتینگ و غیره. خب اینا هر کدام از این مرتبط به همون دیزاین، مرتبط به کار ما میشه. فرض مثال قسمی که ما گفتم اگر قرار باشه ما پرینتینگ کنیم یا یک کارتون بسازیم و یا یک الستریشن آماده بسازیم، از ورکسپیس پرینتینگ استفاده میکنیم که تمام همو ابزارها، تمام همو پنل ها و تمام همو مواردی که ما میتونیم در مود دیزاین خود از او ابزار استفاده کنیم بر ما سافت‌ویر الستریتور اتوماتیک بر ما در صفحه میاره. و اگر قرار باشه ما یک تایپوگرافی انجام بدیم، فرض مثال وقت ما یک کمپانی پروفایل وقت ایجاد میکنیم، به خاطری که کمپانی پروفایل ما مقبول تر بیه، ما از بعض تایپوگرافی استفاده میکنیم. وقتی که ما از تایپوگرافی بخوایم دیزاین کنیم، بدون شک ما نیاز به مو پنل ها، نیاز به ما ابزارهای داریم که در تایپوگرافی بر ما ضرورت میشه که اینجا بر ما در صفحه تمامش آورده. و اگر قرار باشه ما یک روی بعضی از متریالز های وبسایت کار کنیم، بعضی از چیزهای را دیزاین کنیم که به وبسایت طراحی میشه، بدون شک از ورکسپیس و از همون سایه کاری وب استفاده میکنیم که همون مواردی که در وب استفاده میشه بر ما سافت‌ویر الستریتور در صفحه بر ما میاره. بعض اوقات نیاز به این میشه که ما یک سبک خاص کاری خود داریم و میخوایم همون فضای کاری خود ایجاد کنیم و نیاز به این داریم که ما یک ورکسپیس خود ایجاد کنیم. خب چگونه ما ورکسپیس خود ایجاد میکنیم؟ فرض مثال ما خوش دارم که در صفحه ما پنل الاین باشه. خب یا میریم در صفحه ایره دوباره کش میکنیم، ما ایره میریم در صفحه خود در صفحه خود میاریم، الاین میکنیم که صفحه ما منظم باشه. فرض مثال ما مثلا پنل کالا را میخوایم داشته باشم، ایره هم در صفحه خود میاریم. این صفحه کاری می است، ما بیشتر با همین صفحه کاری راحت هستم. چگونه میتونم که از این صفحه کاری خود، چگونه میتونم که صفحه کاری خود هر بار که من الستریتور را باز کنم اتوماتیک به من صفحه کاری باشه؟ میرم صفحه کاری خود سیو میکنم، ایجاد میکنم. از کجا؟ از قسمت ویندو، از پنجره ورکسپیس به نام نیو ورکسپیس. وقتی نیو ورکسپیس هم ما کلیک میکنیم بر ما یک صفحه ایجاد میشه، میگه به ساحه کاری خود یک نام بده که ما به اون نام سیو کنم ورکسپیس خود. ورکسپیس ما به نام خودم است وزیری. وقتی ما سیو میکنم اتوماتیک در قسمت پنجره ورکسپیس بر من میایه ورکسپیس وزیری. این بر ما چی فایده میرسانم؟ من گفتم من یک سبک خاص کاری خودم میخوایم ایجاد کنم، میخوایم امو پنلای بر ما باشه که بیشتر از او استفاده میکنم در دیزاین خود. و اگر من الستریتور را بسته کنم و دوباره بیایم امو ورکسپیس ما باشه، حال بر ما مشکل ساز نیست که ما بخوایم بعض اوقات پنلای را که ما ایجاد کنم دوباره برم دانه به دانه بیارم. فقط میرم ورکسپیس خود اتوماتیک کلیک میکنم و دوباره ورکسپیس ما بیارم. و حالا اگر ورکسپیس کالر از بین بره، بعضی از ورکسپیس های مثل لیر سیچ حتی نباشه، ما چگونه میتونم پس ورکسپیس خود دوباره بیارم؟ فقط با کلیک کردن.
در قسمت ویندو ورک اسپیس میرم، ورک اسپیس وزیری را وقتی که من کلیک میکنم همو پنل ها، همو ابزارهایی که من آورده بودم اول دوباره بر من آمد. در قسمت ورک اسپیس وزیری همو چیزایی که بود، کالرز بود، ما دیگه چی را آوردم، بعض از پنل های دیگه را که در اینجا آوردم اتوماتیک تمام شد. خب یکی از کاربرد هایی که دوباره اینجا باید ما بفهمیم است وقتی که یک پنل از ما مثلا کلوز میشه، ما چگونه میتونیم دوباره هم ورک اسپیس خود رست کنیم به حالت اولی، چیزی که ما کلیک کردیم اما ورک اسپیس را که انتخاب کردیم به حالت اولیش بیه. در قسمت پایین رست وزیری یعنی رست ورک اسپیس وزیری، دوباره من رست که میزنم در حالت اولی میه. و اگر ورک اسپیس تایپوگرافی باشه، بعضی از پنل ها را اگر از پیش ما اینجا کلوز شده باشه، ما چگونه به حالت اولی میتونم بیارم؟ در قسمت ویندوز میرم، باز در قسمت ورک اسپیس رزت تایپوگرافی دوباره همه ورک اسپیس بر من میده. خب چیزی که دیگره که ما باید بفهمیم در مورد ورک اسپیس است که منیج ورک اسپیس چی به درد میخوره؟ ما میتونیم توسط از ورک اسپیس های ما را دلیت کنیم و اپند کنیم، حتی از همون ورک اسپیس ما یک کاپی بگیریم و اگر بخوایم ورک اسپیس ما را دلیت کنیم در قسمت ورک اسپیس منیج میم کلیک میکنیم، اتوماتیک دلیت اوکی میگیم، ورک اسپیس ما دلیت شد. چیزی که دیگر که ما باید اینجا بفهمیم است که البته ما میخوایم یک دوباره تشریح بدم، در قسمت پایینی چند مورد دیگه هم هست که وقتی ما کلیک میکنیم هر کدام از این جزئیات خود داره. خب اینا چیست؟ میریم اتوماتیک دوباره با آموزش میپردازیم. اولین گزینه وقتی که ما کلیک میکنیم یک صفحه کوچک آغاز میشه که شو، یعنی دایمی قسمت پایین تو میخوای چی شو شوه؟ میخوای کرنت تولز باشه که همون چیزایی را که انتخاب میکنی اسمش در اینجا برای تو بیایه، یا میخوای نمبر دیت آف تایم، میخوای تایم باشه، هر آن قسمی که میخوای میتونی که ورک اسپیس آماده بسازی. خب ما آرت بورد نیم میخوایم بیایه، میخوایم هر کدام آرت بورد من نامایش کسته با مو اسم در اینجا بر مساحه شد. قسمت دوم چیز در اینجا ما میخوایم که امو صفحه ما بالای امو آرت بورد که اینجا هست بالای از امو سچه فرض مثال وقتی ما دو کلیک میکنم اتوماتیک امو آرت بورد دوم میه، اول دوم سوم. بعض اوقات است وقتی ما از آرت بورد کاپی میگیریم ما نمیفهمیم که کدام از این اول است کدام از این دوم. از قسمت پایینی وقتی میایم ما نیاز به آرت بورد اول دارم، وقتی کلیک میکنم اتوماتیک همون آرت بورد بر من ظاهر میشه. قسمت دیگه که علامه زاویه همینجا آمده، البته ما همون ورک اسپیس ما میتونم که چرخش بتم، میتونم به هر قسمی که ما خوش دارم میخوایم و را میتونم ست کنم. من نمیخوایم اما میخوایم دوباره صفر شد وقتی اتوماتیک میکنیم به شکل عادی در میاد. قسمت بعدی هم امو زوم این زوم اوت است که با کدام اندازه میخوای زوم شد و با کدام اندازه میخوای زوم اوت شد. فت آن سکرین امو فت میشه همو آرت بورد. درس امروزی ما هم به پایان رسید. من از شما صبورانه خواهشمند هستم که صبر داشته باشین. این همه آموزش های بیسیک است، نمیشه که ما اتوماتیک سر همو پروژه بریم، چون اگر ما قرار است که یک فرد پروفشنال شویم نیاز به این داریم که همو به شکل بیسیکش هم بیاموزیم. تمام مواردی که در سافتویر است باید دانه به دانه ما در مورد از او اطلاع پیدا کنیم، بفهمیم که چی وظیفه را انجام میده. خب در درس بعدی هم میپردازیم به تمپلیت ها و بعضی از موارد دیگه. شما را تا جلسه درسی بعدی به خداوند متعال میسپارم.